بسم الله الرحمن الرحیم. آمین بچه. کمال انسوی دولتون تن ساعتون طلب امراداتون الهی و کمال پیر برسه. این دعای یکی از بزرگترین مادران دنیا، مادر تاجیک مریم شریفووا است که در دامان پاکشان پیشوای یک ملت بزرگ، پشتیبان خلق و وطن و راهنمای فردای درخشان دولت تاجیکان، محبوب همگان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به کمال رسیدند. سردار دولت با دعای سبز مادر مشکلی های سنگین را پس سر نموده و خلق را سایبان و دولت را پشت و پناه گشتند. این گفته ها از زبان سرور دولت چه زیبا صدا می دهند. مادر آفرنده حیات، پیوندگر نسل ها، سرچشمه مهر و محبت و نیروبخش روح و جان می باشد. همه اعجاز و پرواز، همه ایجاد و بنیاد و همه مردانگی و قهرمانی نتیجه و ثمره زحمت شبانه روزی مادر است. دنیا در دامان بهشتی مادر پرورش می یابد و از این رو بشریت همیشه از او سپاسگزار می باشد. در شهر خوجند قامت افراختن مجسمه مادر که دست به دعای نیک برداشته است ادامه توجه پیوسته پرزیدنت به مادر بود. لحظه برداشتن پرده از روی مجسمه مادر، اشک‌های به اختیار جاری شده این مرد خرد به یاد مادر اشارت به جایگاه سرمد اوست. نگاه‌های پرمحبت و دیدگان پرآب، خمار نوازش و آغوش مادر، یاد دوران کودکی و دامان بیغم طفلی، چند لحظه سکوت کردن و به صدا همراز با مادر شدن این مرد خدا بار دیگر اثبات کرد که نزد مادر ابرمردان عالم، شاهان، شاعران و عالمان مشهور جهان سر فرود می آورند. خلق تاجیک از قدیم به جایگاه مادر و قدرت و منزلت او احترام داشت. این گرامی داشت در زمان صاحب استقلالی باز هم بالا رفته و امروز سهم زنان و بانوان در پیشرفت تمام ساحه ها نظررس است که در پیشگاه همه تشبوس ها پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می ایستند. زیرا این ملت به هر منزلتی که رسید از برکت دعای مادر بود. همچنانه که دعای مریم بانوی گرامی پشتیبان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گشت و امروز او تکیهگاه یک ملت بزرگ با نام تاجیک و کشور با نام تاجیکستان است. باز آمدم به کوی توی قبله امید، ای مادره که ساحت جانم سرای توست. باز آمدم که باز سزنم بر مزار تو، ای مادره که جان و دل من فدای توست. باز آمدم که باز سزنم بر مزار تو، ای مادره که جان